السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 8. سرنوشتی زرنوشت. هر کس خود سرنوشتش را می سازد. یولی سزار. آغاز. این حرف بر حق است و سفیری سرنوشت مرا آوا می کند. بله، سرنوشت را استقبال نمی گیرم، سرنوشت خود را می سازم. بدیل دریاست قطره‌ای که به دریا رسیده است، جز ما کسی نتواند به ما رسید. صبح به آهستگی طلوع می کند، سپهر پیرایه گلابی به بر دارد، خاموشی آهنگ تازه را تنین می اندازد. زمین از پرده حریری صبح گویا موج می زند. یک دست نور سمند سرنوشت را قمچین می زند. سمند گنگ است اما غرور دارد، جسارت دارد، نام دارد، 1001 نوا دارد. از آهنگ تاختن و گام زدنش عیان است که می داند مراد دلی مرا. آدمی نیست که عاشق نشود وقتی بهار. رگ و ریشم از نوش سعادت و خرسندی سرشار بود. می بالیدم و در زمین و زمان نمی گنجیدم. من او را سخت دوست می دارم، آنچنانی که ماهی آب را یا زمین و زمان آفتاب را. کی را؟ کیرانه چی را؟ چی را؟ راغون را. آیا بی راغون روزت نمی گذرد؟ نه. چرا؟ چرا؟ تو به قله آسمانبوسی کوه عقابان نگر، گویا لب وا کرده می گوید راغون، تابش خورشید بخت دروغ نیست، حقیقت است. تو به دریای پرتقیان وخش نگر، دریا گویا می گوید راغون، یک تای دل و دیده دروغ نیست، حقیقت است. تو به عقاب نگر که می گوید با راغون هستم، این است بخت بی همتا. در عالم خیالم غزلهای چرخ میزنند که ایام طفلی از زبان شهدریز مادر مشفق و مهربان خود چون حرف محبت به زندگی و صداقت، به دوستی و برادری و عشق و عاشقی شنیدم. زیکوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد ارمدد خواهی چراغ دل برافروزی. آخر من تشنم، تشنه، گویا عمر آب ننوشیدم، خشک شدم چون خس، آه می سوزم، دنبال چشمه می تازم، سمند می برد مرا سوی آن چشمه، می نوشم اما تشنه تر می شوم. آتش که علنگه می زند سینه ماست، دریا که چون موج می زند دیده ماست. از پهلوان محمود خوارزمی. ناگاه بر علا حس کردم که آهنگی نوی در وجودم تولید یافت و تنین انداز گشت. نوایی بود ذوق بخش و سرورانگیز، تار قلبم را نوازش کرد و نوازش. دلم چون چشمه به جوش آمد،
سرم به یک طرز گوارای چرخ میزد و چرخ، گویا دولتی بی‌نظیر به کف آورده باشم. بله، دولتی بی‌نظیر، و این دولت دیدار است. آره، دیدار. دولتی دیدار. او خودش را از خوشبختی گم کرده بود. من نیز از این واخوری ناگهانی شکفته بودم. بله، هنگامی که آسمان به خود رنگ عمیق نیلگون گرفته، خورشید به تازگی طلوع کرده تبسم داشت، بخت من هم خندید. به او برخوردم. راستی گپ، او را به زور شناختم. آخر 27 سال ندیده بودمش. بله، من غلط نکرده بودم. پس از 27 سال با دوستم روبرو آمدم و آن خوشبختترین یک روز دراز حیات من بود. من او را هرگز دیگر خیلی تصور کرده نمی توانستم. از تبسمش نوری خیرخواهی و نکوکاری می ریخت. این تبسم قدرتی بدیل عطا کردنی امید و شادی را داشت. چهرم یک باره کشاده شد. السلام علیکم عبدالمنان، چه حال داری؟ نغزی؟ صحت و سلامت هستی؟ مرا عجیب آمد که عبدالمنان از این تصادف دست و پا نخورد. سینچکارانه این آدم کی باشد؟ برویم دیدن ندوخت. در حال به یک نگاه مرا شناخت. مرا فراموش نکردی؟ او فوراً جواب داد، گویا آن را منتظر بود. شما چی ها می گویید؟ من مگر فراموش کرده می توانم؟ از چشمان عبدالمنان شریفف نوری حقیقت می بارید. همدیگر را به آغوش گرفتیم. بعد او با وجد آواز بلند کرد. آه، من چقدر خوشبختم. من نیز از شادی بال و پر برآورده بودم. بیت استاد رودکی را که به حسب حال ما موافق بود خواندم. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. چهره عبدالمنان مثل پیشتره از مهربانی می درخشید. احساس می کنم که همه این مهربانی و دلبستگی ایامی کمسمالی 27 سال دراز پیدا بوده است. نورهای آفتاب در چهره او بازی می کردند. هیجان او را فرا گرفته هیچ ترکش نمی کرد. انا این واخوری، نیت صاف دیه، نیت. واقعا مرد شده بود عبدالمنان. برز بالا، سیر رگ و پای، نگاهش قوی، آدمی طبیعتاً بیقرار. میخواست به من خدمت کند. اها، یافتم، گفت. با ماشین شینید. این طور نمی شود، گفتم. وی به طور نظامی کوتاه گفت می شود. تو را ناراحت نمی کنم. ارزش ناراحت شدن را ندارد. اعتراض کرد او و خواند. در ضمیر ما نمی گنجد بغیر از دوست کس. هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. نسیم فارمی بهاری که از جانب دریای وحش می‌وزید به تن حلاوت می‌بخشید. وی به آب نگریسته گفت: عمر انسان هم مثل آب دریا می‌گذشته است. بله، درست است، گفتم. به قول کاروان زندگی یک مرز آسایش نیافت. از این رو زندگی عجب افسانه شیرین است، با همه آن تلخی‌هایش، با همه ناعدالتی‌هایش، با همه خودناشناسی‌هایش، با همه پست و بلندی‌هایش. و این بیت را خواندم: روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. در لبانش تبسمی ملیح پدید آمد. در حال من این مصرع را به زبان آوردم: بسا کاین دولت از گفتار خیزد. سرنوشت. روبروی کوه عقابان قرار داشت. کوهی با شکوه، آرام و ساکت بود.
عبدالمنان از آن چشم نمی برداشت. بظاهر خاموش و آرام بود، ولی باطناً هم رنگ دریاست و چون کوه اسرار نیز بر خود داشت. چهرهش همواره از افتخار می شکفت. چهره آینه دل است. بله، دل دارد چون کوه بزرگ. اگر چنین نمی بود حیاتش را براغون نمی بخشید. در همین حال بود که خطاب کرد: کوه چه زیباست. بعد با تبسمی فراخ علاوه کرد: این کوه است که قله‌اش را آسمان می بوسد. و باز افزود: این کوه است که آفتاب هر سحر و بیگاه تکیه بر سر قله‌اش می زند. در این گفته ها خصلت کوهستانی او بر علا ظاهر می شود. بله، او کوهستانی است. من فرزند کوهستانم. مرا یاخسوچی می گویند. از دیار آفتابی شوگناف هستم. مگر رنگ طلا به رنگ آفتاب مانند نیست؟ به نزدیکی نوشته سهراب نجبودین را مطالعه کردم. آدمان رنگ طلا را به رنگ آفتاب و رنگ نقره را به ماهتاب مانند کرده بودند. بعد از این کیمیاگران مشاهده کرده به تعجب ماندند. همان وقت 7 سیاره، آفتاب، ماهتاب، زهره، مشتری، زحل، مریخ، عطارد معلوم بود و 7 متل: طلا، نقره، میس، قلعگی، سرب، آهن، رخ کشف کرده شده بود. آره، در دنیا همه چیز دارای سرنوشت است. انسان نیز استثنا نیست. به انسان سرنوشت داده می شود یا ساخته؟ هم داده می شود و هم ساخته. دادهش معلوم، ساختهش چگونه ساخته می شود؟ تربیت می سازد سرنوشت را. نخست درس عبرت از بابا کلان گرفته است عبدالمنان، غایبانه البته، زیرا او بابا کلانش را در یاد نداشت. موسفید در وقت خرد بودن او از دنیا گذشته بود. گویا بابای بدل از نو زنده شد. این حرف پدر در خاطرش نقش بسته است. وی به بابا کلانش مانند بوده است. قصه می کردند که بابای بدل آدمی خوب بود. دل و نیت پاک داشت. راهبر نبود. یک زحمتکش عادی بود. ولی معرکه آرا بود و آدمان را رهنما. کبر و غرور برایش بیگانه بود. هیچگاه خود را از دیگران بالا نمی گرفت. می گفت که خودپسندی نشان نادانی است، چنان که شاعر فرموده است: هر که گشت از کبر بالا گردنش، دوستان گردند آخر دشمنش. نان دادن و نیکی کردن را آیین جوان مردی می حسابید. این بیت همیشه ورد زبانش بود. زنیکی نیک بینی و از بدی بد، ز جو جو روید و گندم ز گندم. آرامی را به خود روا نمی دید. همیشه سرکار بود. زندگی آرام و آسوده داشتند. از آزادی کامل برخوردار بودند. با طبیعت در قیومیت می زیستند. همه چیز پاکیزه و نمازی بود. ولی سردار تعیین شد که مکار و ظالم بود. مناسبتش با بابای بدل ویران شد. غم و اندوه به چشم و دل بابای بدل سایه افکند. قلب نازکش به ظلم و ناحقی تاب نآورد. با اهل عائله‌اش از یاخسوی خاولینگ کوچ بست. آمدند و شب به ساحل دریای وخش رسیدند. یکی از فرزندانش گفت: تمام، دیگر نمیتوانم، و در جای خود روی سبزه نشست. من هم. اعضای عائله یک یک نشستند. دل بابای بدل سوخت و گفت: خب، شب را در همین جا روز میکنیم. پهنای را انتخاب کرده آتش گراندند. حضرت امامی از دهه علی گلبان روبرو از آن طرف دریا شب آتش را دیده صبح او را صدا می کند: کیستی و در اینجا چه کار می کنی؟
بابای بدل میگویند که جای زیست میکابیم. حضرت امامی همان جای ایستادهشان را تفسیه میدهد. بابای بدل این موضع را مکان زیست قرار داده برای اهل بیتش چند کپه می سازد. وحش پرخشم با شور و شر جانب بحر ارل شتاب داشت و گویا به بابای بدل هشدار می داد که شتاب کند. یک روز بهار پر کند انبار. بابای بدل به کشت و کار آمادگی می گیرد. یکی از پسران می گوید شاید زمینی نخستری یابیم. بابای بدل می گوید زمین هیچ گاه گنده نمی شود. زمین سرسنگ، ما کمیم. کم گفتنی او به ناموس بابا رسید. کی گفت که ما کمیم؟ قوه 5 انگشت در مشت. فقط خدا می داند که آنها چقدر رنج و مشقت کشیدند. خانه و در ساختند، باغ و راغ بنیاد کردند. بعد باز چندین عائله دیگر از دور و نزدیک می آید. آهسته آهسته آنجا دهه بنیاد می یابد. نامش را بیدوخا می مانند. 3 اوگوست سال 1963 عبدالمنان تولد می شود. آخری همان سال دهه بیدوخا از ناحیه آبگرم به ناحیه کمسمالاباد حالا نورآباد می گذرد. کاتب جماعت جیلاب یتیموف و پدر عبدالمنان عمک حسین می گوید که اگر به دهه کمر مغول کوچیده بیایی و پسرت شهادتنامه تولد می دهم. همین طور عائله آنها به این دهه کوچ می بندند. عبدالمنان تا صنف 4 در این دهه تحصیل می کند. سپس عائله آنها به دهه میدان کوچیده می آیند. این همه را عبدالمنان در خردیش می شنید. در ترازوی عقل بر می کشید. عبرت می گرفت، تجربه می اندوخت. ظاهر و باطنش تأثیر می گذاشت. همین طور او به وایه رسید. ولی کسب انتخاب کنی عبدالمنان از پی قدمی برادرش عبدالغفار سر شد. برادر بزرگش عبدالغفار چه مردی نجیب است. اگر او را دستگیری نمی کرد چه تقدیری بر وی پیش می آمد. عبدالغفار خدمت وطن را در شهر سمر به جا آورده با لباس حربی به زادگاه خود دهه میدان برگشت. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون اوج می گرفت. راغون، این نام کی را به هیجان نمی آرد؟ این بود که عبدالغفار به یگان دودیلگی به ساختمان آمد. به او وظیفه تعمیرگر را پیشنهاد کردند. نه نگفت، بلکه هزار رحمت گفت و قبول کرد. بعد از سنجش به او ماشین آبکش را باور کردند. عبدالغفار هر روز درباره راغون به دادرش نقل می کرد. از گفته های برادر حلاوت می برد. روز تا روز حسی کنجکاویش می افزود. شوق و ذوقش نیست. بعد به این همه شادمانی و هیجان زن گشت. سپس یک حس در دلش بیدار شد. چی حسی؟ خود نمی دانست. و شب خواب دید که بیلزی بزرگی را می راند. پدرش پیدا شد و با هوس دمی به وی چشم دوخت. بعد خوشنودانه ندا کرد: بارک الله. جای پدر دخترک چهره نمایید. سبزینه میان قد، روی کلچه آفتاب خورده، چشمان بادامی داشت. برابری ماشین می دوید. باد شوخت کاکلانش را پریشان می کرد. با کجا می شد؟ با درغات. درغات؟ درغات را بنیاد می کنیم. چشمان دخترک برق زدند. آفرین. آتش عشق راغون در دل عبدالمنان علنگه می زد، اما سیر افشا نمی کرد. بار عبدالمنان از برادرش پرسید: در راغون چند ماشین است؟ بسیار است. نه، بارکش. تگی 20 ماشین. ناخواست اندیشه‌ای در سر عبدالمنان برق زد و دلش را چون تیر سوراخ کرد. رو به برادر آورد و در حالی که گیج و گرنگ بود با اضطراب آشکارا پرسید: این قدر کم؟ برادرش مراد او را پی برده با نگاهی صمیمانه
و با تبسمی ملیح به کتفش تپ تپ زده گفت غم نخور، به تو هم میرسه. اما وی چی؟ اما وی ماشین آبکش نمیخواهم. چی میخواهی؟ بیلس میخواهم. این حرف دادر به عکا بسا خوش رسید. لحظه از ته دل در خنده و قهقه شد. به دل دادر شبهه پنجه زد. عکا، خنده برادر زیبا بود. در همین حال باز به کتفی او تپ تپ زده لب به سخن کشاد. آرزو عیب نیست دادرکم، بگذار فرشته های در گذر آمین کنند. این حرف چقدر او را روح بلند ساخت. آمین. اینک عبدالمنان سال 1980 مکتب میانه رقم 30 را ختم کرد. رگ و ریشش از نوش سعادت و خرسندی سرشار بود. می بالیدم و در زمین و زمان نمی گنجیدم. پدر جان، نامه کمال گرفتم. پدر مردی قاقینه زنده‌دل و حاضر جواب تبسم کرده گفت مبارک شود پسرم، نامه کمال نصیبت کند. تشکر پدر جان. پدر بر روی پسرش نگاه معنیدار افکنده تبسم کرد. خوش مد کشید پدر. به کدام دانشگاه می روی پسرم؟ پدر راضی خدا راضی گفتند. اگر دعا دهید به دانشگاه زندگی جواب داد پسر. در کجا بوده استان؟ باز پرسید پدر. در راغون جواب داد پسر. می خواهم در این کارزار بزرگ آدم و عالم را بشناسم و پیراهه قسمت خیش را دریابم. چهره پدر شکوفت. آره این سخنانی نه بچه بلکه مردی برکمال است. خب پسرم، این قرارت پسندم است گفت پدر. آفرین، من از تو همین جواب را انتظار بودم. برادرش عبدالغفار هم خرسند شده او را دستگیری کرد. من از همین ساختمان کار را آغاز کرده بودم. بگذار عبدالمنان از همین جا کارش را سر کند. این خیلی خوب است. بله، بسیار فعال نیک است. با قناعتمندی گفت پدر. خدا یارت پسرم، موفق باشی. شب عریضه نوشت. اولین عریضه. بله، در عمرش بار نخست عریضه می نوشت. عجبا، اینقدر وزنین بوده است نوشتنش. گویا به دختری دوست داشتهش نامه می نوشت. اولین عریضه نخستین محبت اوست. آن را خیلی زیبا نوشت. در آن پاکی و صمیمیت دل گرم او احساس می شد. زمانی که به حجره مدیر شعبه کادرها وارد گردید بسیار در هیجان قرار داشت. اما صد افسوس مدیر که کاغذها را تگرو می کرد گرمی دل او را احساس نکرد. از طرز نگاه او آثاری حکم فرمایی و غرور هویدا بود. وقتم تنگ گفت او. برو فردا بیا. چی؟ یک روز را به باد دهم؟ نه، به این حق ندارم. چرا به باد؟ تماشا کن. فرصتی تماشا ندارم. وی عریضه را روی میز مدیر گذاشت. مدیر شبه‌آمیز به او نگریست و خصومت‌آمیز پرسید این چی؟ کیم چگونه بوی زهمانند به دماغش زد. عریضه. چی می‌خواهی؟ وی تعجب نکرده با لبخندی شخص خوشاداب گفت کار. چه خیل کار؟ پرسید مدیر و جواب او را منتظر نشده باز مشغول کاغذهایش شد. آنها را تگرو نموده نارضایانه غرغر میکرد. گاه بلا زند گویان به 4 سوی حجره چشم میدواند. به نظرش این مرد بدقواق غیر کاغذهایش دیگر هیچ چیز را نمیبیند. عبدالمنان سرفید. مدیر پرسید کو؟ چی؟ عریضه. انا. و عریضه چشم دوانده در چهرهش افاده های کنجکاوی تمسخرآمیزی پدید آمدند. نمیشوی؟ جواب او به نظرش ستیزه آمیز تافت. چرا؟ برای چی؟ تو برای بیلس حالا کودک. هر بیشه گمان مبر که خالی است.
مدیر سرافشانده تبسم کرد. آها، تو هم شاعر شده ای کو؟ عشق راغون شاعرم کرد. نخواد. ها، من کار کردن میخواهم. تو مبادا خواستن و توانستن را برابر نکرده باشی. این هر دو یک چیز نیست، میدانی؟ نمیدانی؟ آره، یک نیست، گفت عبدالمنان، اما مهم خواستن است. خواستن هوای و هوس است، گفت مدیر با زهرخنده. هوای و هوس مثلی خس است، یک علنگه میگیرد و خاموش میشود. خواستن یعنی توانستن است. اگر گویی که بیتوانم، قدم در نه که بیتوانی. اگر گویی نتوانم، برو بینشین که نتوانی. به به، زبان بلبل. های شاعر، بیهوده زور نزن. در اینجا من حل میکنم کی میتواند کی نه. گویا مشت به دیوار سنگین میکوفت. بانه کرسی نشینی منافق ارباب صورت سازش نکرد. در چهرهش نشان اعتراض پیدا گشت. نه، گپ خوبی نیست. این گپ به مدیر معقول نافتاد. رویش ترش، ابروانش چین شدن. چی؟ به شما نه گفتن نمیزیبد. مدیر آتشین شده قاشهای براقش را بالا برداشته چشمهایش را کلان و علا کرده گفت: تو چی میخواهی به من عقل نشان دهی؟ هرگز نه. هر شد، دوغ زد مدیر. رو از اینجا، رو گفتم. دلش با درد نالید. خود را تنها دریافت، زیرا بیداد او را نفهمید. باز به سردار دیده دوخت. در دلش یک نوع حسی نفرت و کراهت پدید آمد و یک باره جوش زد و قرار داد که حتما از بالایش غلبه کند. با یک تبسم خرسندانه گفت: تا بازدید. مدیر حیرت آمیز به او نگریست. چه خیل تا بازدید؟ من باز می آیم. برای چی؟ دوستی از بسیار دیدن می شود. تو چی می خواهی دوستی من باشی؟ بله. شما چی نمی خواهید؟ خدا نداند، بندهش نخواهد دانست که پگاه چی خواهد شد. بله، ولی شیطان ناامید است. خیر، بده حجتهایت را شیطان چه. مدیر آرام و غرق ملاحظه، به ظاهر بی‌پروا به آموختن حجتها پرداخت. چی سست خواندی؟ او آهسته خندید. با سه نه، خوب و اعلا. خوب و اعلا نخواد. عبدالمنان لحظه خاموش ایستاد و بعد: شهادتنامه در پیشتان کو، گفت. کشاده بینید. پس از این مدیر تنها ایراد کوچکی به او گرفت. چرا به یگان دانشگاه داخل نشدی؟ چرا به ساختمان آمدی؟ من میخواهم در دانشگاه زندگی علم آموزم. مدیر زهرخنده کرده سؤال غیر چشم داشت داد: تکیه به عکایت میکنی؟ ولی او در پاسخ در نماند. نه، به عقل و بازوی خود. این پاسخ کوتاه عبدالمنان به مدیر پسند آمد و ایشان با علامت رضایت گفت: شما دانشجوی دانشگاه زندگی شدید. مبارک باشد. دست عبدالمنان را فشرد مدیر و افزود: ساختمان راغون نظیر ندارد. آن با دانش بنیاد می شود. دانش باشد. به خواندن به کسی میسر نشده است. گفتند: نخوانی چی دانی، ندانی چی توانی. عبدالمنان به تصدیق سر تکان داد. مدیر علاوه نمود: خلق می گوید هنر به از سیم و زر. عبدالمنان را به آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 7 شهر دوشنبه روان کردند. نه نگفت، رفت. 1 سال با شوق و ذوق دوچند کسبی تعمیرگری سیستم هواکشی آموخت و به راغون برگشت. شما خوانش بدیعی را از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی، داستان راغون، در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 8.